امروز قراره با هم بریم منطقه آزاد انزلی. وای من میترسم. چند منظوره خوبه؟ عالیه. موفق شدی که اونو بخری. میخوره خیالم در تونش میزنی روشن میشه. چیه؟ آبایه. قراره بریم اونجا فروشگاه‌های بامزه رو بهتون نشون بدم، بهتون میفهمید چرا بامزه. خیلی خوراکیای عجیب خارجی بخریم. این چرا دستمه؟ قراره توش با وسیله‌هایی که برای شما میخرم از اونجا پرشه و برای یکیتون فرستاده بشه. پس سابسکرایب کنید، تو کامنت ها آیدی اینستاگرامتون رو بنویسید که اگه انتخابتون کردم بتونم بهتون پیام بدم. مثل خوراکی خارجی عجیب قراره بخریم. داشتون قراره تست خیلی باحال، خیلی. بعد با هم دیگه تستشون میکنیم. فقط اون خیار شوره رو نخر. تا گربه داریم، هر لباس مشکی که داریم پرمون میشه. فکر نکنید لباسای سفید پرمون نمیشن. فقط بقیه نمیبینن. حالا من یه دونه این شالا دارم، فکر کنم توصیبم بیشتر میاد، ولی شاید مشکی خوشگل تر شه. یه دونه مشکی، یه دونه سفید، کدوم بذارم؟ سفیده. پس مشکی میذارم. چرا من پرسیدیم؟ خب ما داریم میریم منطقه، تقریبا از خونمون تا منطقه 45 دقیقه، نیم ساعت اینا راهه. حتی بین ما خیلی قشنگ میخونی. فاصله یک نفسه. اگه من صدا داشتم خیلی خوب میشه. خیلی صدا داری دیگه، یعنی چی؟ من همیشه از این آهنگا زیاد میخونم، مثلا تو حمام خیلی آهنگ میخونم کلا، ولی همیشه حامد مثلا میگه به به چقدر قشنگ، الکی میگه ولی میگه. بعد مثلا یه وقتایی تو حمام دارم میخونم بعد صداش نمیاد که بگه به به، در باز میکنم میگم چرا نمیگی به به. خب این ورودیشه. چرا؟ به خدا قیافش این شکلی نیست که همیشه بخنده، گول نخورید همیشه. آره اینجوریه. آره اینجوریه، ولی دوربین میاد سمتش خوش اخلاق میشه. ببین ورودی هر ماشین 50 تومنه، کمتر از $1. حالا که صرف امور نگهداری از اینجا میشه. بله. خب ما معمولا دو سه تا مجتمع رو بیشتر میگردیم، مثلا یه دونه برند سنتر، یه دونه آرش مال، اون یکی چیه متین بزرگ ونوسه؟ با ونوس. یه مجتمع دیگه هم داره اونور، اونم خوبه، ستاره شمال، برید اونم. امروز ما برند سنتر، وقتم نمیشه اونقدر، و آرش مال و ونوس رو بهتون نشون میدیم. این برند سنتر پیش به سوی برند سنتر. او کویک میدنگه. ببین توی همین برند سنتر اون آخر یه دونه خوراکی فروشی هست، من خیلی مغازه‌شو دوست دارم، چیزای جالب میاره. حالا بیاین شما رو ببرن. خیلی دوست دارم، میگم این مغازه همه چی میاره. من از این جیفا دوست دارم. آره دقیقاً چیزایی که هر جایی نیست شوگر نه، میاره. تازه اینم ندیده بودم. سبزش امگا 3 بیشتری داره مثل اینکه. مگه من برات کره بادوم زمینی درست؟ خب اون دیگه همه رو خوردم تموم شد دیگه. بس. بی نهایت نبود که. تخم مرغ شانسی جدید. اگه عاشق شکلات باشید خیلی سخته اینجا. اولین چیزی که انتخاب کردم، قیمتش هم اینجا هست، آدامسی 30 تومنه بسته. از این شکلات‌ها من دایی مامانم میرفت سفرهای خارجه، از این شکلات‌ها برامون می آورد. من اون موقع خیلی بچه بودم، از اون موقع واقعا اینا رو یادم. سفر از اینا می آورد. دارم سعی میکنم قند شکر نخورم، ولی یکی از بیسکویت‌های مورد علاقه من اینجا 65 تومنه، ستاییه. خیلی دوست دارم، خوشمزه ترین بیسکویت دنیا نوتلای این مدلیه به نظرم. یه بیسکویت دیگه هم دوست دارم بعداً بهتون نشون میدم. من فقط چیا رو انتخاب میکنم. چند منظوره خوبه؟ عالیه. این دیگه مردم هستش. باش. کجای سخاری؟ حامد اینو ببین. اون چیه دیگه؟ چقدر بامزه. چی کار میکنه؟ آب نباته. چی؟ 2 نفره که نمیشه اونو کرد تو دهنم. یکی از به نظرم بهترین
برندهای نوار بهداشتیه. این خیلی خوبه، مخصوصا همین رنگ آبیش که مخصوص جذبش خیلی زیاده. وای این سس، ببین این نودلای کره‌ای خودشون داخل سسشون، داخل بسته‌شون سس دارن. خب این سسی که من دوست دارم یکی از تندترین نودلا یه مدل سس داره که این و این از هموناست. این دیگه فکر کنم میمیری یه قطرش بخوری تو دهنت. واسه اونایی که خیلی سس تند دوست دارن خودم عاشقشم خیلی، ولی یه قطره بیشتر اینو نمیتونم بخورم اینقدر. اینم من دوست دارم، مایونز چیلی. این مدل چیپسا پرطرفدار دیگه. اینجا 145 فکر میکنم بیرون گرونتر باشه. و موچی هم تست کنیم یا یه نمونه انتخاب کنیم با هم. یه دونه کره بادوم زمینیه. این چیه؟ این یه میوه است فکر کنم. اون میوه است. اون نارگیله که تو دوست نداری. اگه دوست داشته باشم همینجوری گفت دیگه مجبورم بگم. قیمتشون ور زده؟ بله 420 تومن. 420 تومن. ببین پاستیل چه بامزه است. پاستی اینو میخوای خانم؟ ببین الان خریدایی که اینجا کردیم تا الان شد 4,800. یه دونه من مایه خریدم خیلی. 4,800. این دوتاش چیزایی بود که خارج برنامه بود، یعنی فقط برای اینا نیست دیگه. مایه لباسشویی و چیزایی که خودمون احتیاج داشتیم من بود که فقط برای حدود 3 تومنش مخصوص همین تست ویدیو هاست و یه سری چیزا برای شما. من اینجا معمولا زیاد خرید کردم. یه سری لباس خیلی خوشگل داره همیشه. این هودی شلواره خیلی از این نرماست. جینساشون خیلی خوبه. خیلی بامزه است لباساش. چقدر این بامزه است. چی گفتم اسم برنده؟ 388. این چترا خیلی بامزه. تو حتی میخوای با من غر کن. داره این شعر رو حفظ میکنه که تابستونش رو بخونیم. حفظیجاتش ضعیفه، ریاضیش خوبه. یا حفظیجات هم خوب بود. پیر شد. نه نگو. بعضی از پله برقی میترسم میدونستی؟ هلو. اینجا انقدر چیزای بامزه داره. من خیلی ماشین کنترلی دوست داشتم، بعد همیشه دوست داشتم اینو داشته باشم. بعد از اینجا اون سری یه دونه ماشین کنترلی گرفتیم خیلی بامزه. خیلی گریه کردم من واسش بخرم. من ترقه بهش گفتم میشه ماشین کنترلی بخرم؟ گفت آره. از خدا خواسته بود، اصلا انگار منتظر بود که بهش من نقیه 2 هم خیلی خوب. باید بهتون نشون بدم. می‌دونستین من لگو درست میکنم. این حالا لگوهای بچگونه تر تقریبا، اینا مثلا 8 سال 9 سال ماشینا رو آورده. یه عالمه هم لگو دارم. حالا رفتیم خونه یه بار توی ویدئوی دیگه لگوهامون رو بهتون نشون میدم. بادیا اینجا داره. چقدر؟ 520؟ نه ببخشید 5 میلیون و 200. بازجوری رفتی تو که. از موزیکالا چقدر خوشگلن این مثلا. 290. آره خیلی خوب. نظرم خیلی قیمتش خوب بود. حتما بیاین منطقه. ببین اینجور چیزای طلایی، فقط اینجا نورش خیلی بده. قیمت خوشگله. چقدر؟ 850. احتیاج داریم. این بیلچه واسه باغ احتیاج داره. این اون نودل کره‌ای است که خیلی تند بود. اینم یه شیرچایی خوشمزه است. هر جا دیدید اینو بخرید، عاشقشم. اینم که یکی از معروفترین کاپوچینو هاست و کلی چیز دیگه که البته اینا که دارم نشون میدم بدون الکله. خب اینم آرش ما. آرشش فعلا معلوم نیست. یعنی این مال آرشه؟ آرش بی تو سردمه. ادعا داره تو رانندگی و دور پارک و همه چی. خواهش میکنم. آرش مال هست. دیبالا هم هست. من تاج محل دیدم تعجب کردم. مگه تاج محل هم اونجا هست؟ بالا هم پل شیشه ایه.
خب اینجا بچه ها میاین از نایک شروع میشه میره به بریم چیزی بخوریم. آره والله خدایی خیلی دوست دارم. منم که عاشق کیک سن سباستین. خوشمزه است. جای شما خالیه. ببخشید که نمیتونم برای همتون تهیه کنم ولی جای همتون میخورم. حالا باید پیام نه کیک بخواین. میدونی چی کار میکنم؟ من قبلا وقتی انرژی نداشتم مجبور بودم هی برم نورابیون بزنم. همه رو میبرد. پایین بود. بعد دیگه شروع کردم مولتی ویتامین خوردن، خیلی بهتر شدم. بعد دیگه الان مولتی ویتامین رو با قهوه ترکیب میکنم. یه مدت متین رو به زور برمی‌داشت میبرد. میبرد. به زور میبردم. متین من نمیخوام. به زور. دردناکه. یه بار رفتم من زدم نمیتونستم کلاژ بگیرم. پامو از دست داده بودم. من خیلی اصرار کردم چون از آمپول میترسه. بعد خانومه واسه حامد مثل ما نداشتیم. دیدن آمپول رو پرتاب کرد سریع اومد دارت داشت بازی میکرد انگار. برای میریم بچه ها رو پل شیشه ای. من خیلی استرس دارم. وای من میترسم. مسخره. چرا؟ حقی آدمی که بترسه. بسمی تعالی تعالی بسمی. وای آدم سرگیجه میگیره فقط. وای آره من سرگیجه. جرأت داشتید بیاید یه جایی که شیشه‌ایه؟ چیزی نیست بریم پایینا. حتی اگه شیشه هم نبود من میومدم. یعنی یه طناب خیلی نازک بود. اگه مثلا 4-5 از جای دیگه منو گرفته بودم اون طناب چیز بود داره. نمیاد. حتی شهر بازی هم نمیاد اصلا. آخه یعنی شهر بازی واسه بچه‌هاست. مثلا پارک آبینا رفتیم چیزایی که مثلا شیوه زیاد و تنداش نمیاد. من با مثلا آیدا میرفتم. منم خدا ما آفریده دیگه. چی هم مگه؟ اصلا یه بار می‌خواستم قهر کنم بگم من هیچ رو نمیرم. فقط علاقه داشتم نتونستم. مثلا نگاه کنید شیشه‌اش خیلی محکم. وای الان بشکنه. زورد. میگه بیام اگه بشکنه عوضش میلیونی میخوره خیالم راحت. همینطور. پس نیاز به رزرو و اینا هم نیست. نیازی به رزرو که اگر بخواید سالن رو اختصاصاً داشته باشه برای خودتون چرا باید رزرو؟ کیف چقدر خوشگله. کلا کیفای کاموایی الان دوباره ترند شده. آفرین. مید شده. چه بلدی؟ خواهش می‌کنم با شما گشتم. سعی کردم یاد بگیرم. خواهش می‌کنم. ببین یکی دیگه از مغازه‌های مورد علاقه‌ام. چقدر چیزای بامزه‌ای داره. الان میخوام یک فیگور واسه شما بگیرم ولی با اینا خیلی خوشگله. فیگوره یا مثلا چراغ خوابی چیزی داره؟ نه چراغ خوابه؟ مجسمه کریستال. فیگوره. انتخاب کن. تو هم یه دونه انتخاب کن. خیلی خوشگله. این کلاه رو ببین چقدر بامزه است. پنکه داره. وای خدا. این بارونی داره. ببین این اسپیکر هم خیلی بامزه نیست. برداشت چی تو؟ این قیمت هم زده اینجا. باز میشه. موفق شدی که اونو بخری. با اینو دیده بودم عاشقش شده بود. دیدی موزه رو سویشت داره. می‌خواستم شو بگم با هم درست کنیم خیلی خوبه. آره. بیا این خیلی باحاله. باش. هنوزم هر چقدر باش بازی میکنم سیر نمیشم. مش برقرار نمیشه تا اینا نرن تو حلقه. نه حلقه ها نرن تو. دیگه هر کسی علاقه خودش رو بهتون نشون میده. مثلا این حوله رو ببین. خطور حوله است. چی کار میکنه اون؟ یعنی شما میبینید عاشقش نمیشید. خیلی جذاب من الان نمیدونم چی کار میکنه که عاشقش بشیم. من اصلا کاربرد برام اهمیت نداره. برام مهمه که خوشگل باشه. بعد در نهایت کاربردش. عروسکه یعنی فقط ولی اینجوری رول شده. عجب.
مثلا رولت عروسکه. نمیدونم رولت خیلی قیافش خرابش همینه. باز نمیشه نه. آها این شکلی چسب میشه. به اینم احتیاج داری. ببین یه عالم وسایل چوبی، چون بعضی تیکه های چوبی خیلی دوست دارم. خب بچه اینجا اومدید انزلی منطقه آزاد، شارژ نداشتید، اینجا میتونید گوشیاتون رو شارژ کنید. هم اندروید هست هم واسه iOS. داخلش میذارید فکر کنم یه خدا شکر مبلغ نمیگیره. مبلغ نمیگیره، فکر کردم مبلغ میگیره. هم منو ببین هم وسایل هم بیچون هم منو. ببین اینجا از این هواپس صورتی ها داره. چه برندیه؟ برمتون نشون میدم، خیلی بامزه. برند دسینی فکر کنم اگه درست تلفظ کرده باشم. صورتیشو ببین. این خوشگل تره. اینو ببین خوشگل نیست؟ از اینا داشتید، یعنی مثلا اونایی که مثلا 10-60 از این آمی بگیری ها احتمالا از هر 10 خانوار 8 تا داشتن. این آمی بگیری نیست که چرخ گوشته. این چرخ گوشته؟ نه الکی گفت. آها. مثلا تو هم واقعا اطلاعات داری یا الکی داری بهمون میگی؟ من متخصص آمی بگیری هم. مثلا بچه ها از این نوع ویدیوها خوششون میاد. آسیا از همینطوری آره. این مدلی فکر کنم دوست دارم. حالا نظر خودشونو بگن دیگه. میدونم فکر کردی که چی؟ نظر که به بهترین نحو ممکن انجام بده. گوشگیرهای فنرده بهش میگن چیزا اینجوری موتور پرقه نخر، همه رو یه رنگ بخر، نمیتونی اسی دارم. بعد میگن که قبلا مثلا اینجور چیزا بیماری بود، کسی اگه داشت قائم میکرد. الان همه چی مده. الان همه مد شده. من اوسیدی دارم، من ADHD دارم، ولی واقعا فکر کنم دارم. من PhD دارم مثلا. باحاله. آره این بزرگه. دیدی؟ این ستش خیلی خوشگل نیست از پیکنیکه. برو پشت ببینیم چنده واسه بچه ها. How you doing؟ اینم هست. داری سلام. خسته نباشی. عزیز جان این سبد پیکنیکتون قیمتش چنده؟ تیره؟ فکر کنم من 400. چند نفر است؟ 8 400 نفر یه تومن. 400 4 نفر یه تومن. آره. در اینقدر گشاد میخوام ولی نمیدونم تا این چیزی تنوایی نیسته که قیمت زده 890 داره اینجا. قسمتتون مبارک. از این وسایل کریسمسی هم داره اینجا. کل بستش چقدر؟ 250. خیلی خوب. تو رو پله 3 رفتی. این نیست. چیه مثلا؟ تمه این هنه چیه؟ کارامل. بکنم آجه کارامل خوشش میاد. این چیه؟ پاپکورن میکرون کردن در میفرمایم. خب ببین ما خریدار کردیم. خب فقط مدلی که داره عکس فیلم میگیره. من یه گوشی گوشم بالا یه گوشی دیگه. الان چجوری میخوای بهشون نشون بدی؟ نه نشون میدم. اونا متوجه میشه. امیدوارم که خیلی بهتون خوش گذشته باشه همراه ما. حالا بریم هنوز پک مونده. پکو نشون بدیم. خب من تا جایی که جا داشت پرش کردم. دیگه فقط چیزای فانتزی خریدم. امیدوارم که خوشتون بیاد. اولیش یه فیگوره که ممکنه هر کدوم از اینا باشه. چی داخلش؟ دیگه قیمتیناشو نمی‌کنم بچه چون داغون میشه جعبش. ببخشید. ناقابل همشون. دومی دیشتیم دیرین. آماده اید بچه ها؟
بله ناخدا بامزه، از این چیزایی که خودم همیشه میذارم چون شماها دوست داشتی. دارم خیلی خوشگله، از این موزیکالا که اسب داره میچرخه اینا. یه دفترچه خیلی خوشگل، انگار پرت سایه است. این از اینا که اینجوری میذارید رو میز، اینجوری میذارید روشن میشه. عطره خیلی 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 خوش بود. لوازم آرایش کیوت و فانتزی، جاسویچی و اینجور چیزا و 2 گیره. حالا اگه پسر انتخاب شد لطفا اینا رو بده به خانومیش. مبارکتون باشه. یادتون باشه ویدیو رو حتما لایک کنین.